السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز، خوب هستین؟ سلامتیتون خوب است؟ سبب که وقت جا و مکان است که بشینیم سیانکه کنیم. در راه وقت یافتیم که اونجا میریم در هم حالت ها سیانکه میکنیم. برادران عزیز، یا اینکه افا یا که خواهرها، هر حالتی که از بدن شما اون چیزهای یعنی جین شیاطین که خارج میشه و شما حرکت کنین طول 6 ماه یا اینکه 5 ماه، خلاص گپ که بسیار وقت خود را با طاعت عبادت الله بگذرانیم. یعنی از معصیت ها، یعنی از موسیقی ها، از رقص بازی، ای دیوانگی، ای بی نمازی، ای ترک نماز، یعنی نمازها را ترک نکنین تا اینکه همونها در بدن شما ندارن. وقتی اونها خارج میشن از بدن شما، طول چند قفای شما میگردن که اگر خطاگی کردن اونها باز هم میدراین. الحمدلله که برآمد شما با طاعت عبادت الله خود را سر کنین. از کاری صبح شما را ترک نکنین هیچگاه و اونها انشاءالله دیگه نزدیک شدن نمیتوانند. وقتی که از کاری صبح شما ترک کردین، اونها در بدن شما میدراین. دوم، یعنی از ما بسیاری ها خریداری میکنن یک داروی است به نام راوند. اونها یعنی انسان را بی‌تاب میکنه. وقتی میخوره انسان مثل که ترولین نه و ترولین نمیشه، از بدن اون همه چیز تازه میکنه. و سحر جادو چیزی باشه انشاءالله که به سبب هوای و الله شفا میده، هوای همه چیز از بدن انسان میبره. وقتی که انسان ایمونیتیتش که سست باشه، انسان به حرکت میشه و صلابی میشه و نترسیم. 1 ساعت 2 ساعت بعضی 5 ساعت بعضی یک روز همین خیلی حالت ها تا گرفتار میکنه. انسانی که مثلا امرا میخوره تقریبا 6-7 ساعت مثلا در خانه باشه بهتره. برای اونایی که شکم دردش میکنه، شکم روش میکنه، پناسش میکنه، در خانه باشه تا اینکه مثلا که حاجت رفته تیز بتوانه و پرتافتن میگیره. ده شاید مثلا من خودم خوردم 3 بار پرتافتم، ماکسیموم 2 ساعت مثلا به اوتو کرد تمام. انسان ایمنیته انسان زیادی میکنه. از هم خاطر برادران عزیز دعاگو باشین. خدا نیان کسی ما شما به این بیماری مبتلا مگردانه. با طاعت عبادت الله با خدا همه غریبا نگهبان باشه. ده خنه کتنک همه آمدگی به خاطر یک لقمه حلال تا اینکه همون رو دسترس کنیم و پدر مادران ما نیازمند یگان چیز نباشه و زن خش قبا و فرزندها و اصلا به خاطر لقمه نان که حلال آمدگی هستیم. خدا همون لقمه نان حلال برای حرکت ما و شما نصیب بگردانه و توفیق بندگی رو و شخصانی که بی فرزند هستند الله برای اونها فرزندهای صالح و صالحه و سالم و سالمه را نصیب گردانه. با دعا باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.